خب قراره یه تابلو بکشیم با رنگ گواش با موضوع سردی و گرمی، که منظور اینجا از این سردی و گرمی رنگ‌های سرد و رنگ‌های گرم و طبعی که اونا دارن. خب ما میدونیم هر رنگی که توش آبی باشه رنگ سرد، هر رنگی هم که توش قرمز باشه رنگ گرم. حالا طبع آبی چیه؟ اولا فرمش چیه؟ منحنی دایره است. قرمز چارگوشه، فرمش نرم و لطیفه، اما قرمز قانونیه، خشکه، منطقیه. پس تمام رنگ‌های آبی یه احساس نرم و لطافتی توش دارن، همه رنگ‌های سرد یه احساس نرم و لطافت دارن و همه رنگ‌های گرم یه احساس خشکی و قانونمداری. و خیلی جالبه، خب سرد و گرم متضاد همدیگن، کامل کننده همدیگن، مثل یینگ و یانگ ژاپنیا. این دوره این میچرخه، این هم دوره این میچرخه، مثل داستان رنگای سرد و رنگای گرم هم همینه. حالا اگه بخوایم مثلا یه مثال تصویری برای خودمون بزنیم، مثل آب و آتیش. خب آب سرده و آتیش گرمه، آب آبی، آتیش قرمزه. تقابل اینکه ما بخوایم یه تابلویی داشته باشیم، یه کادری داشته باشیم که بخوایم این موضوع گرمی سردی رو نشون بدیم، باید تقابل این دوتا عنصر رو به نمایش بذاریم. خب یعنی یه جوری که طبع سرد رو به نمایش بذاریم و درگیری اون با طبع گرم، مثل همون داستان آب رو آتیش ریختن. خب یه تابلویی که داره یه آب میریزه روی آتیش، یه عکسی از ریختن آب رو آتیش، خودش مضمون این تابلوه. حالا چیزی که من تو ذهنمه، خب اولا که هدفم شد یکی این که اینا با هم قاطی بشن و با هم دیگه تقابل داشته باشن. خب و این تقابلشون یه نتیجه‌ای بده، نتیجه خاکستری، نتیجه سکون. و خیلی دوست دارم که کل کادر رو درگیر کنم. حالا ایده که خودم الان تو ذهنمه برای این کار، اگه این کادر ما باشه، خب یه عده رنگ گرم اینطوری دارم وارد میشم. خب یه حالت پله 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 پله، ساختاراشون هم چارگوشیه، اینجوری از جهتهای مختلف دارن اینطوری وارد میشن و به دور میرن، هرچی هم دورتر میره ریزتر و ریزتر میشه. خب و اینجا ما یه ساختار سرد داریم، اینجا برای خودش داشته زندگیشو میکرده که منحنی هم هست. این که به این میخوره داره هجوم میبره، باعث یه حالت انفجار میشه. خب و یه حالت پخش شدن و اینجوری رنگای سرد پخش میشن و اینطوری به طرف دوربین میان و این قسمت هم ناحیه خاکستری ما، یعنی ما یه چیزی رنگ گرم داریم، کادر ما باشه، وارد میشن رنگای سرد اینجا بودن، بعد از وارد شدن یه اتفاق میفته و اینا پخش میشن به طرف بالا اینور اونور. از نظر ترکیب بندی کادر ما این حالت داره، یه حالت عمق به پایین، به توپ به پایین و اینا حالت انفجاری به اطراف. اینا سردن و این گرم. این ایده‌ای که الان دارم. حالا اگه بخوایم روش کار کنیم، اینا رو میتونیم با رنگای قرمز نارنجی، سرخابی،
قسمت گرممونم اینجوری داره میاد و قسمت سردمون هم رنگای آبی و بنفش که یه حالت موج مانند اما نه خیلی موج، اینجوری بافتش اینجوری داشته باشن و اون قسمت وسط که این ترکیب اتفاق میفته باید یه چیز شلوغ بلوغ و ترکیبی از این دوتا، شاید کاملا انتزاعی باشه، هم دایره هم خط صاف، حالت انفجار باید داشته باشه. حالا این ایده اولیه منه، روش باید کار کنم و ببینیم که چی میشه.